با سلامی دیگر باره از دفتر مرکزی رادیو زودی با شما بینندگان عزیز، شعله گلخوجه هستم. ساعت 10 به وقت پراگ در خدمت شما با سرخط خبرهای روز و البته همه شما از آن را بعد از 3 ساعت دیگر در بخش مستقیم برنامه خبری منتظر خواهیم شد در همینجا در اوزودی ویدیو کانال رادیو اوزودی در یوتیوب. گرمی می‌خواهید پولی بیشتر خواهید داد. نرخ نیروی گرمی در شهر دوشنبه برای ساکنان و تشکیلات اداره‌های بودجوی و هم خصوصی بلند برداشته شد. فرمان در این باره آخر ماه گذشته قبول شده است. تا 2 سال پیش اکثریت بینوا انشاءات دوشنبه از نیروی گرمی مرکزانیده شده محروم بودند. اما با کار در آمدن مرکز گرم و برقی دوشنبه دو که با 380 میلیون دلار قرض چین ساخته شد، اکثریت بینوا انشاءات شهر به منبع نیروی گرمی وصل شدند. در دوشنبه معمولا موسم گرمایدهی میانه‌های ماه نوامبر شروع شده تا آخر ماه مارس ادامه میکند. اکنون ساکنان برای 1 متر مربع منزلشون باید چقدر پول پرداخت نمایند در برنامه خبری معلومات میدیم. موسم سفر نرخ‌ها را بالا برده است. جایش نرخ بلیط هواپیما به سمت روسیه در شبکه اجتماعی باعث انتقاد گردیده است. حالا در بلیط فروش‌ها نرخ چیپته از مرز 4000 سومانی هم گذشته است. هنوز در ماه پیش که ارزش یک بلیط هواپیما از دوشنبه به شهرهای روسیه تا 2500 سومانی بود، برخی ساکنان از گرانی قیمت بلیط‌ها شکایت می‌کردند. چنین وضعیت در سال‌های اخیر ساکنان تاجیکستان را وادار کرده است که از طریق قرقیزستان و ازبکستان خود را به دیگر کشور رسانند. گروه دیگر به خصوص مهاجران سفر به اتوبوس را برتری میدهند که نسبتاً ارزان تر است. یکی از موضوع برنامه امروز ما همین مسئله خواهد بود. توی به متهم تبدیل یافت در پی حمله مرگ طلبانه در جشن عروسی در کابل 10 نفر کشته و زخمی شدند. این حمله خونین ترین در امسال به حساب می رود و گروه دهشت‌افکنی دولت اسلامی مسئولیت آن را بر عهده گرفته است. در این بین پرزیدنت افغانستان در مراسم بخشیده به 100 سالگی صاحب استقلالی این کشور وعده داد که تمام پناهگاه‌های گروه دهشت‌افکنی دولت اسلامی را محو خواهد کرد. اگر در برنامه خبری ما را همراهی کنید می توانید صحبت داماد غمدیده را نیز تماشا نمایید. مجمع نو به جای خانه‌های استقامتی در دوشنبه تا 2 سال دیگر یکی از بزرگترین و سرخرجترین مجمع بنیاد می شود که به 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان بخشیده شده است. در مساحت 10 هکتار زمین که برای ساختمان پیش بینی گرفته است و امروز صدها خانواده زندگی می کردند و حالا منزل‌های آنها تخریب می شود. به صاحبان خانه‌ها جبران پولی تعیین شده است ولی ظاهراً قانع کننده نیست. گزارش در این باره خواهیم داشت که بعد از 3 ساعت دیگر می توانید آن را ببینید. و دهها ساکن ناحیه کوهستانی مسچو با ناراضگی میگویند در آستانه سفر پرزیدنت تاجیکستان به این ناحیه مقامات محلی از آنها طلب کردند که گوشت و برنج و نان جمع آوری کنند. ساکنان ناحیه کوهستانی مسچو میگویند هشدار گرفتند که اگر محصولات گفته مقامات ناحیه را جمع نکنند دهه‌شان برای خط سیاه میافتد. اما مقامات ناحیه البته این گفته‌ها را رد میکنند و باید گفت که این بار اول نیست که مقامات محلی در تاجیکستان پیش از سفر پرزیدنت به ناحیه‌ها از اقدام‌های بحث برانگیز کار گرفته بودند که بعضی‌ها آن را خودسرانه نظامیدند. خب بینندگان عزیز، چند موضوع دیگر نیز هست که در برنامه خبری حتما برای شما معلومات خواهیم داد و مطمئنم که چون همیشه ما رو در پخش مستقیم تنها نمیگذارید و اگر پخش مستقیم رو دیدن نتوانستید باقی نیست، ثبت برنامه رو بعداً میتونید در اوزودی ویدیو کانال ما راحت تماشا کنید. با امید دیداری بعدی روز خوب داشته باشید.